کاتبای مطبوعاتی خیلی فیگورای مهم بوده است در این مسئله. مثلا یک کاتبی مطبوعاتی که واخوردم در خارجه گفت که سحر کار می آیم اگر ژورنالیستو زنگ نمیزنند من خاطر میشوند اینها چرا زنگ نمیزنند، اینها اطلاعات رو از کجا میگیرند. یعنی به تشویش می آید. یعنی کاتبای مطبوعاتی به آن سطح رسند، یعنی که این قسمیگی پکرت این ساحه در آن است که وای تشویش کشد که چرا از من نمیگیرد، از دشمنای ما میگیرد، از کی میگیرد، اطلاعات رو باید من فروشم. این سطح یعنی این نمیدونم کی میرسیم. برای رسیدن من فکر میکنم موقعی کاتبی مطبوعاتی را برداشتن در کار. مثلا دور نرویم، امروز دوری کریموف ازبکستان چه خیلی بود، امروز خیلی برای ایمیجش کار کرد ایستاده است و حالا در ازبکستان هر یک کاتبی مطبوعاتی موقعش برابر با معاون، یعنی موقع کاتبی مطبوعاتی رئیسی ولایت سوخت برابر با معاون رئیسی ولایت سوخت یا اینکه ناحیه و دیگر موقعش برابر، این چنین معاشش دیگرش. انا وای کسی گفت که وای دسترسی به رهبر به شخصی اول یگان مشکلی نیست و بیایید اقرار شویم اگر آن گنرال پیش از گفتن آن چیز را بدکنو دیگه اگر با اکبر شریپوف پیشکی مصلحت کرده این را گفتن میخواهم میگفت، اکبر شریپوف میداشت و همین حالت نمیشد. برای آنکه وای رهبرها در میدیا چخیل هضم میشه و چخیل عکس صدا میدهد 24 ساعت میدیا را پیگیری ندارن از شخص اول سر کرده همه و برابر این با کاتب مطبوعاتی باوری ندارن، با وی امکان نمیدهن. و چیز دیگر خیلی که اندرجان و فرزانه گفت شخصانی اول طاقت ندارن. سالهای 90 با یلسین یک وزیر در آمد گفت که فلان میدیا ما رو سخت تنقید دارد، شما اجازه دهید که دهانش رو بسته مانیم. یلسین چی گفت؟ طاقت کن. نمیبینی من طاقت کردوسیم کن. این شخصی اول وقتی اطلاعات را دادن فکر کند که اینا و یا وقتی بندوبست هزار یک خیل کرده پهن کردنش ممکن. این حقوق میدیا، این حقوق ژورنالیست است و ما نمیتوانیم از او گله کنیم که تو چرا چنین کردی. ما وقتی دادن اینا فکر کنیم. و در مجموع برای چی این همه مهم است؟ ژورنالیست این استحصال چی است؟ یعنی وی برای اطلاعات رو فرمیروت کرده، جمع کرده، بندوبست کرده، فروختنش اشیای خام در کار. اشیای خام یک قسمش از مقامات ها از منصبدارا می آید. بله اگر ما اشیای خام نداریم ما چیزی استحصال کرده نمیتونیم، در مجموع فضا خالی می شود و فضا را از بیرون آمده پر می کنند و این فضا فقط اطلاعات نه، این مفکوره سازی است. دیگر در عصر 21 همه ما میدانیم که اطلاعات این مفکوره است. متاسفانه مفکوره مردم ما را از بیرون استاده می سازند. این تشویش آور است. در این باره فکر کنیم و همین من میخواهم هر یک رهبر، هر یک منصبدار درک کند که این خیلی مهم است. نمیدونم پیشنهاد من شاید در سطح ولایت استاده پایان شهر و ناحیه ها و مراجعت مکتوب نامه کردن در کاریایی که با وزارت، مثلا من فکر میکنم که وزیر فرهنگی امروزه خیلی چقدر درک میکند، شاید با آنها مراجعت کردن و آنها با دستگاه یا با دیگه وزارت ها نامه کنند که لااقل در زینه اول انمین کی مسئول است در هر یک اداره کاتبی مطبوعاتی همون معین شود. بعد دوم مسئله کسبیت آنها برای بلند برداشتن کسبیتش آموزشی و واخوری ها تشکیل کردن در کار. همین خیلی که رومی گفت یک قطره همه تمام بار بحر در ذمه، هر یک ژورنالیست این چنین برای همین همه ما یک جای کار کنیم. اگر هرچی مکتب اگر از نام تشکیلات ها از نام رسانه ها دست جمعانه چی پیشنهاد باشد ما دستگیری میکنیم.